وقتی پروردگار رحمت خود را میگستراند در روز قیامت برای مؤمنان، نه برای کفار، خاص برای مؤمنان، آنقدر رحمت پروردگار در روز قیامت در تلاطم می آید، آنقدر بندگان را خدا می بخشد، آنقدر بندگان را وارد بهش می گرداند، حتی یمد لها ابلیس عنقه، حتی که شیطان گردن خود را بلند می کند، امید می کند که خدا مرا هم می بخشد. سبحان الله، آنقدر خدا بندگان رو روز قیامت می بخشد تا اینکه شیطان از جای خود بلند می شود، امید می کند که خدا مرا هم می بخشد. این اندازه پروردگار ما رحیم و مهربان است. خب ما در کجا ایجو سجو کنیم رحمات پروردگار را که برای ما بیان کرده؟ کلام الله، کتاب الله نامش چی است؟ قرآن را یک مرتبه باز بکنیم ببینیم که الله درباره رحمتهایش بر بندگان چه فرموده. در یک از آیه ها می فرماید، سوره اعراف است، آیه 156، و رحمتی وسعت کل شیء. سبحان الله، ای بندگان من، و رحمتی وسعت کل شیء. سبحان الله، هیچ کس را ناامید نمی کند، هیچ گناهگار را ناامید نمی کند.